اگه دوست ندارین کسی به موبایلتون دست بزنه یا اینکه میخواین توی مکان شلوغ گوشیتون رو شارژ کنید، برنامه Don't Touch My Phone مخصوص شماست. و برنامه سامری اسکنر مخصوص کساییه که به نگهداری اسناد و مدارکشون خیلی اهمیت میدن و این برنامه قابلیت ترجمه اسناد رو هم داره. و برنامه سوم پیکسل آرت برای افرادیه که اهل عکس و عکاسی هستن و دوست دارن تغییرهای زیبا تو عکساشون بدن. این برنامه خیلی قدرتمنده و کار کردن باهاش خیلی راحت. و اما برنامه چهارم واسه کساییه که عاشق فیلم و سریال هستن، اپلیکیشن شوباکس که البته توی پلی استور موجود نیست، ولی ناراحت نباشین، لینک دانلود رو توی قسمت توضیحات میذارم براتون. و برنامه پنجم سیمپل تکست ویجت مخصوص کساییه که دوست دارن یه جمله زیبا تو صفحه موبایلشون بنویسن. خب حالا بریم تک تک سراغ برنامه ها و بررسیشون کنیم. اپلیکیشن شماره 1 Don't Touch My Phone. فقط کافیه این برنامه رو باز بکنید و روی دکمه اکتیو کلیک بکنید و با خیال راحت گوشیتون رو رها بکنید. بله، کسی که به گوشیتون دست بزنه با این صدا مواجه میشه. برنامه شماره 2 سامری اسکنر. این یک برنامه اسکن بسیار پیشرفته، دقیق و کارآمده و همراه این برنامه میتونید از داکیومنت ها، از اسناد و مدارکتون که براتون مهم هستش و اونها رو نمیخواین فراموش بکنین، به کمک این برنامه عکس بگیرین و به کمک ابزارهایی که تو این برنامه تعبیه شده اونها رو برش بزنید و دقیقاً مثل یک داکیومنت اونها رو برای شما سیو میکنه. و همچنین قابلیت‌های زیاد دیگه‌ای داره این برنامه، از جمله ترجمه کردن آنها به هر زبانی که شما مایل باشید، فارسی یا هر زبان دیگه‌ای. و همچنین این برنامه از زبان‌های بسیار زیادی پشتیبانی میکنه، یعنی فرقی نمیکنه که اون داکیومنت و اسنادی که شما از اون عکس میگیرید به چه زبانی هستش. و به کمک ابزار ترجمه این برنامه شما میتونید اون رو به زبان دلخواه خودتون ترجمه کنید و به عنوان یک داکیومنت سیو کنید. فقط کافیه زبان داکیومنتت رو انتخاب بکنید و زبان دومی که میخواین اون رو به اون زبان ترجمه بکنید انتخاب بکنید و روی دکمه اوکی کلیک بکنید. همونطور که میبینید به راحتی و بسیار خوانا و به صورت دقیق داکیومنت شما رو براتون ترجمه. و همچنین به کمک این برنامه میتونید اسنادتون رو شیر بکنید از طریق هر برنامه‌ای که شما مایل باشید. برنامه شماره 3 پیکسل آرت. این برنامه بسیار برنامه قدرتمند و ویرایش عکس و تصاویر شماست. ابزارهای بسیار قدرتمندی توی این برنامه تعبیه شده که شما به راحتی از اون میتونید استفاده بکنید. عکساتون رو برش بزنید، شفافیت آنها رو زیاد یا کم بکنید و همچنین فیلترهای بسیار گوناگون و متنوعی از پیش توی این برنامه تعبیه شده که میتونید از اونها به راحتی استفاده بکنید و همچنین قابهای بسیار زیادی. برنامه شماره 4 برنامه شوباکس.
به همراه یک گالری بسیار آپدیت فیلم ها و سریال های به روز دنیا رو در اختیار شما قرار میده و همچنین این برنامه قابلیت های زیادی داره. شما میتونید به صورت آنلاین فیلم ها، سریال های مورد نظرتون رو تماشا بکنید و اگر هم دوست داشتین اونها رو ذخیره و دانلود بکنید و در زمان مناسب آنها رو تماشا بکنید که البته توی پلی استور موجود نیست، ولی ناراحت نباشین، لینک دانلود رو توی قسمت توضیحات میذارم براتون. و برنامه شماره 5 Simple Text Widget. به کمک این برنامه میتونید جمله های مورد نظرتون رو روی صفحه موبایلتون بنویسید و همچنین میتونید اندازه اونها و فونت اونها رو انتخاب بکنید. و اما مهمترین مسئله، همونطور که میدونید ویدیوهای ما بر اساس نظرها، کامنت ها و پیشنهادهای شما تهیه میشه. پس لطفا روی دکمه سابسکرایب کلیک بکنید و همچنین روی علامت زنگ کلیک بکنید. این گزینه را تیک بزنید و روی گزینه سیو کلیک بکنید. منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.